زندگی کلاس درس دائمی است. در مسیر زندگی بارها زمین می‌خوریم و برمی‌خیزیم و در طی این مسیر درس‌های مهمی می‌آموزیم. این درس‌ها را گاهی از تجربیات خودمان می‌آموزیم، گاهی از تجربیات دیگران و گاهی هم با دیدن فیلم و خواندن کتاب. مهم نیست مطالعه در چه سطحی از آموخته‌های ما را تشکیل می‌دهد. همواره تفاوتی عمیق بین تجربه عملی و نظری وجود دارد. آموختن برخی درس‌ها هم بدون تجربه کردن موقعیت خاص در زندگی ممکن نیست. متأسفانه گاهی وقتی از زندگی درس می‌گیریم که خیلی دیر شده است. در این مواقع آمادگی و دانش لازم برای رویارویی با حوادث زندگی را نداریم. در این ویدیو با درس‌هایی آشنا می‌شویم که زندگی ما را در مسیر درست قرار می‌دهند و باید هر چه زودتر آنها را یاد بگیریم. درس اول: راه خودتان را بروید. مردم عاشق قضاوت کردن دیگران هستند. فشار آشنایان می‌تواند شما را از مسیری که برای آینده خود انتخاب کرده اید منحرف کند. به آمال و آرزوهای دیگران و حرف مردم توجه نکنید. هرگز اجازه ندهید اهداف و رویاهای دیگران بینش شما به زندگی را مخدوش کند. شما راه خود را انتخاب کرده اید و خودتان تصمیم می‌گیرید مقصد کجاست و چقدر با آن فاصله دارید. درس دوم: هنگام عمل دودلی به خود راه ندهید. این ضرب‌المثل فارسی را همیشه به یاد داشته باشید. کار امروز را به فردا میفکن. بسیاری از مواقع زمان اقدام کردن که میرسد پای ما میلرزد. تردید و امروز و فردا کردن از علائم کمبودی اعتماد به نفس و شجاعت است. این تردید مانع پیشروی ماست و ما را در قفس از جنس حسرت دائمی اسیر می‌کند. هرگاه احساس کردید وقتی اقدام کردن است، دست به کار شوید. نگران نتیجه نباشید. چیزی که شما را نکشد قوی‌ترتان می‌کند. درس سوم: آموخته‌های خود را به کار بگیرید. تصور ما درباره میزان دانشمان در یک حوزه خاص اهمیتی ندارد. تنها زمانی عیار دانش ما مشخص می‌شود که آن را در عمل به کار ببریم. از قدیم گفتند به عمل کار برآید، به سخندانی نیست. مثلا ما می‌توانیم درباره نقاشی مطالعه کنیم، انواع قلم‌موها، پالت‌ها، تکنیک‌ها و راه‌ها را بشناسیم. اما فقط وقتی می‌توانیم دانسته‌های خود را آزمایش کنیم که روبروی بوم نقاشی می‌ایستیم و دست به کار نقاشی می‌شویم. درس چهارم: نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود. اگر به دنبال داشتن زندگی خوب، شغل موفق، رضایتمندی روحی و دوستان قابل اعتماد هستید، باید سخت تلاش کنید. شاید بخت و اقبال شما را تا نیمه‌های راه برساند، اما رسیدن به مقصد بر عهده شماست. دستیابی به اهداف و تلاش روزانه و توانایی شما برای درس گرفتن از اشتباهات بستگی دارد. هرگز تصور نکنید دیگران با همان قدرت و عزم راسخ خودتان برایتان می‌جنگند. درس پنجم: از بیشتر تلاش کردن خسته نشوید. حتی اگر در اوج آمادگی باشیم، احتمال شکست خوردن وجود دارد. یک دونده می‌تواند تا نزدیک خط پایان پیشتاز باشد، اما درست در لحظه نهایی مسابقه را به حریفان واگذار کند. آیا او باید از رقابت کردن ناامید شود؟ هرگز. او با تلاش بیشتر می‌تواند در مسابقات بعدی پیروز شود. پیروزی هیچگاه دور از دسترس نیست. درس ششم: به سلامتی خود رسیدگی کنید. در جوانی می‌توانیم هر روز تا جایی ممکن به بدن خود فشار بیاوریم. به نظر می‌رسد هیچ چیزی جلودار ما نیست و ما شکست ناپذیریم. صحه خیال باطل. با بالا رفتن سن باید غرامت همه شب زنده‌داری‌ها، سیگار کشیدن‌ها و غذاهای آماده خوردن‌ها را پرداخت کنیم. سعی کنید از همان دوران جوانی و سلامتی عادات سالم زندگی را در خود پرورش دهید. به شکل مرتب معاینه و آزمایش‌های پزشکی انجام دهید و سعی کنید از بروز مشکلات آتی پیشگیری کنید. درس هفتم: قدر لحظه‌ها را بدانید. زندگی بسیار سریعتر از چیزی که فکر می‌کنیم سپرده می‌شود. در 20 سالگی تصور می‌کنید همیشه 20 سال می‌مانید. تا چشم بر هم بگذارید وارد 30 سالگی شده اید و در حسرت کارهایی هستید که در جوانی هرگز انجام ندادید. از زندگی خود حد اکثر بهره را ببرید. زندگی کوتاه است و هیچ کس از فردای خود خبر ندارد.
درس هشتم: سرگرم زندگی خودتان باشید. وقتی اشتباه کسی را می‌بینیم، دوست داریم در کار او مداخله کنیم. این منیش ما را به دام مشکلات و سوءتفاهم‌های فراوانی می‌اندازد. عقاید خود را به دیگران تحمیل نکنید. اگر کسی به راهنمایی و مشاوره شما نیاز داشته باشد، به سراغتان می‌آید. گاهی بهترین کار این است که سرمان به کار خودمان باشد، وگرنه دیگران ما را نخود هر آش خواهند دانست. درس نهم: با اهدافتان منعطف برخورد کنید. گاهی احساس می‌کنیم وقتی عمل است و برنامه‌های خود را عملی می‌کنیم. تحلیل موقعیت فعلی و بررسی تأثیر اقدامات امروز بر آینده زندگی اهمیت فراوانی دارد. گاهی باید رسیدن به هدف خاص را به تعویق انداخت یا حتی آن هدف را تغییر داد. مثلا قبول کردن تفریح شغلی در زمان نامناسب می‌تواند کار آینده شغلی ما را به خطر بیاندازد. درس دهم: هر عملی عکس‌العملی دارد. قبل از اینکه کار خاصی انجام دهید یا حرف خاصی بزنید، به عواقب آن فکر کنید. گاهی نیت خیر شما مهم نیست و مخاطب ممکن است آمادگی شنیدن حقیقت را نداشته باشد یا واکنش مناسبی به شما نشان ندهد. در چنین مواقعی با احتیاط گام بردارید. این 10 توصیه را راهنمایی در نظر بگیرید، نه قانون. زندگی متعلق به شماست و شما صلاح خود را بهتر از دیگران تشخیص می‌دهید. همیشه به یاد داشته باشید که وقت طلاست و از زندگی لذت ببرید.